به نام خداوند. در ویدیوی قبلی ما چطور میتونستیم که از دیتابیس استفاده کنیم و وارد دیتابیس شویم و یوزرنیم پسورد خود اینجا وارد میکردیم که فعلا از ما دیمو 1 2 3 هست، چون این نسخه دیمو آزمایشی هست که پیش مشتری ها میباشن و ما گفتیم این منیو هست که ما میتونیم فروشات یا انجام بدیم. اما قبل از اون دیتابیس 3 مرحله داشت. اول راجستریشن بود، باز معاملات، باز گزارشات. در قسمت در قسمت مشتریات ما گفتیم وقتی که این منیو را کلیک کنین بازو بسته میشه، وقتی ماوس رو ببرین رنگش تغییر میکنه، آبی میشه، کلیک میکنین. وقتی که کلیک کردین ما 3 تا مشتری ثبت کرده بودیم. خب ما به اون شکل کسایی که جنس هم میخریم اینجا ثبت میکنیم، یعنی معکوس است. برای یا فروختیم از یا میخریم، از یا قرضدار میشیم یا از ما قرضدار بود. کلیک میکنیم. ببینین باز هم همون یک نوع پیج است، یک آدم یاد بگیره دیگراش میتونه استفاده کنه. خب ما میریم یک فروشنده جدید ثبت میکنیم، میگه معامله همیشه چی گزارش بده، ما میگم افغانی یا دلار. بعضی کس میگن نه، هر نوع معامله انجام دادی با ما دلار باشه یا افغانی باشه، او به دست شما هست. خب ما میگم فروشنده کی هست، اینا میگم فروشنده هست مثلا سوپر النوید. خب آیا میگه باقی هست این سوپر النوید؟ میگم بله، از سوپر النوید مبلغ 34000 افغانی قرضدار است. ثبت میکنیم، ثبت شد. این حالا ما از دوباره میتونیم جنس بخریم، دوباره میتونیم اینجا رفرش کنیم. آمد. خب ما میگیم مثلا شرکت کابلی و ایران نویتش هم میگیریم دلار و از یا میگیم در حدود 980 دلار باقی است. و همین شکل تمام کسایی که برای شما مال میفروشه رو اینجا ثبت میکنین. حالا فرق نمیکنه که کار با شما چی باشه، حتی میتونین که دکان کوچک یا بزرگ باشه یا شرکت کلان باشه یا مثلا خریداری باشه، متسکیل فروشی باشه، پرزه فروشی باشه، هنگ باشه و دواخانه هر بخشی که باشه. اما منتها این فعلا این ورژن کار میکنیم آنلاین است و بدون اینترنت کار نمیده. اما ورژن آفلاین ازی هم هست که او بدون اینترنت کار میده و یک ورژنش از گفتیم همزمان هم آنلاین داره هم آفلاین. معلومات هایی که شما با آنلاین میرسونید آفلاین میه، آفلاین که میرسونید وقتی به اینترنت وصل شدین با آنلاین میه. خب ما رفرش میکنیم، 2 تا ثبت کردیم دیگه. اکانت ها هست. ببینیم در یک ما فعلا 2 تا صندوق افغانی داریم، یکی دلاری داریم. این 2 تا صندوق پیسه به یا میایه، یا ما نمیتونیم حذف بکنیم. اما گاهی وقت نیاز میشه شما پول در شرکتتان جمع میشه، در صراف مثلا پیش صراف میمونید، یا ختم روز مثلا شما داخل جمع میکنید یک لگه افغانی، یک لگه افغانی داخل دکان ما نگاه نمیکنید. این در حقیقت داخل دکان است. ما میتونیم اینجا اکانت بسازیم و پولای خود انتقال بدیم. فرض مثال ختم روز شد، یا اکانت یک سیف یا یک خزانه جور میکنیم با او انتقال میدیم. چون اما روزنامه چی ما روز صاف و پاک و کلیر شود، تصفیه حساب شود. امروز مثلا 5000 افغانی ما در دکان ما آمد، 5000 افغانی بند از دکان ما خروج شود که برای فردا ما بفهمیم چی به کجا هست. باز بعدا میتونیم که از یا استفاده کنیم و پول پرداخت کنیم. خب به خاطر ایجاد اکانت باز هم گزینه است. میتونیم با خروجی اکسل بگیریم، کلیک بکنین به اکسل خروج شد، میتونیم چاپ بکنیم که چاپ بکنیم نیاز نیست. ما میتونیم اکانت جدید دیگه نامش چیست. مثلا ما میگم صرافی یا بیخی صرافی نمیمون نامش هم میگیم سیف دکان فرض مثال. خب میگه شما میره افغانی از یا دلار، اگر باقی از فعلا خب باقی هیچ امکان نداره باشه، فعلا طلب شما بالا از چند است، مثلا چند نقد داریم، ما میگیم صفر از فعلا هیچ پیسه نداریم، دیتابیس نو شروع کنیم. میتونید اینجا ثبت بکنین. ما یک بار رفتارش میکنم، ببین سیف دکان اینجا آمد. شما به شکل میتونین که صراف دان اضافه بکنین. اگر ختم روز پیسی تون صراف روان کنین، ما مثلا نوشته میکنم علی جان صراف و ایره هم میگیرم دلار، ایره ذخیره میکنم. فعلا موجودی اولیه ما نداریم. گفتیم که هر قسمتی که جرازشان داره در معاملات از گزارش هم داره. من گزارشات میره کلیک میکنم باز شو و ببینیم ما حساب مشتری ها کلیک کنیم، حساب مشتری ها هست به مشتری ثبت کنیم. اینجا حساب شرکت ها هست، شرکت هم ثبت کنیم، در گزارش هست. یعنی ارقام تغییر میکنه، ارقامی که در رجیسترشن هست هیچ وقت تغییر نمیکنه.
مثلا مقایسه کنید موجودی اکانت ها، پول نقد چند داره، هلیجان صرافی پیش چند بسازی، روزانه با انتقال میکنید. دیگه در قسمت راجع سرشان مصارف است. مثلا شما در یک شرکت مصارف دارین، میخواین در روزنامه چیتون برسانید، مصارف اینترنت است و هر چیز بوده میتونه. ما کوتاه اینجا مثال میگیم و شما چند دونه خودتون کار کنید. فرض مثال ما یک دونه داریم، فعلا چیزی که معمول است پول اینترنت، یا بهتر است نوشته کنیم هزینه اینترنت. دیگه چی هست؟ مثلا میگیم نان چاشت، این مصارف. حالا سوال اینجاست، خیلی ما اینجا چرا مقدار نداریم؟ خاطر مقدار نداریم فعلا ما مییم یک پروفایل اکانت به این میسازیم، باز بعدا در روزنامه‌چی خود پرداخت میکنیم. این فعلا ما کاتگوری بندی میکنیم که اینمی کاتگوری ها در دکان یا ما مثلا یا در شرکت موجود داره که مذهبی مرجع ها پیسه مصرف میشه. این رو باید اینجا ثبت میکنیم، پرداخت شما در روزنامه‌چه میشه. خب در این قسمت ما دو هزینه ثبت کردیم، شما میتونید بر تعداد نیازش ثبت کنید. شریک و مالک، ببینید در این قسمت ما میتونیم شریک ها و مالک های خود ثبت کنیم. این یک سوال پیش میاد، خب شریک و مالک با چی فرق اساسی میکنه؟ ماهیتاش مهم است. ببینید ما شریک یا مالک با ما سرمایه گذاری میکنه و یا ما سرمایه‌اش برداشت میکنه، اما هزینه اتومات هزینه از دیگه مصرف است. ما میتونیم یک دونه شریک یا مالک رو ثبت کنیم و بعدا برازی پرداخت بکنیم. مثلا میگم رئیس، فرض مثال اگر یک نفر بود یا دو نفر بود، شما ثبت. کمیت ها، ثبت کمیت و ثبت جنس مرتبط است. ببینید این دو گزینه به اینجا کار میشه، اما توی گزینه را ما یک دانه داریم، شما میتونید کم و زیاد بکنید. مثلا در قسمت کمیت ها بینم اینجا نوشته از پاکت، بوتل، بسته، کیلو، نظر به نیاز واحد سنجش هر جنس تان شما تعیین میکنید. مثل قبل میتونید اینجا سرچ بکنید، مثلا دانه، وقتی که هر قدر لیست طولانی باشه دانه زدیم، دانه برتون آورد. دیگه در قسمت درجن هم بوده میتونه، هرچی بوده میتونه، شما میتونید اینجا کمیت اضافه و کم بکنید. یا کاتگوری جنس، یک دونه دارم، شما دوست داشته باشین اگر جنستان به 2000 و 1000 قلم میرسه این کاتگوری بکنین. بعضی کسا دوست داره مثلا نوشیدنیاش یک گروه جور کنه و قسمت مثلا مواد خوراکی یک قسمت جور کنه و هر شخص کاربار متفاوت یک کاتگوری جور میکنه. اما اگر نیاز نبود مشکل نیست، یک دونه عمومی است. دیگه در قسمت دیگه داریم ما ثبت جنس و در ثبت جنس وقتی که ما اینجا کلیک کنیم باز هم همو حالت و وضعیت های دیگه صفحه است. ما میتونیم دو اکسل خروجی بتیم، چاپ بکنیم و یا هم ثبت جنس. این حال اینی دو دانه در این قسمت نمایش داده میشه. وقتی که من ثبت جنس کلیک کنم یک صفحه مربوطیش به ما باز میشه، از ما اینقدر معلومات هم میخوایم. حالا این معلومات ها را شما میتونید اینجا ثبت بکنید. مثلا جنس شما چیست؟ ما میگم مثلا نوشابه الکوزی. دیگه کدام نام اگر داره اینجا ثبت میکنیم، بارکد اگر داره ثبت میکنیم، محدودیت کدام، یعنی از این چه تعداد در شرکت یا دکان شما باقی ماند برای شما آگاهی بده که از این خریداری کنیم. در اینجا عمومی کاتگوری رو نشان میده، اگر این کاتگوری شما اضافه کنید اضافه میشه. کمیت اما کمیت ها هست، مثلا ما میگیم چی است، قطیز، دانه چیز، میگم درست اسی یک دانه خرید فروش میشه. خب تعداد داخل کارتن، اگر شما پرچون فروش هستین این برای شما با کار میشه، اگر نیستین این خالی میمونه. میگه فعلا دیتابیس که فعال میکنی در دکان چند دانه وجود داره و قیمتش چند، قیمت فروش هم میتونید تعیین بکنید. بس ما میگیم فعلا موجودی نداریم، باز بعدا هم میتونیم موجودی رو بردیم. خب میگم فعلا یک جنس کافی است کفایت میکنه. من ذخیره میزنم، ذخیره میشه. ببینیم یک جنس آمد، اینا ما میتونیم از این بخریم بفروشیم و کارهای دیگه بکنیم. دوباره جنس جدید، اگر ما باید مستقیم کلیک کنم این صرف شد به این مفهوم که در این بین مقدار کالم ها همین کالم ضروری است، نام باید باشه. این پاکت خودش گرفته، تعداد داخل کردن خودش.
من اینجا به خاطر آزمایشی یک جنس دیگه هم ثبت میکنم، مثلا میگم روغن 5 لیتره. یه هر چیز بوده میتونه، مثلا نیازی نیست که باید 100% باشه. نام جنس اختیاری است، همه چیز اختیاری. صرف ما چارچوب رفت آمد و محاسبهش اینجا کار میکنیم، میگیم هست مثلا واحد از این کمیت بوتل است ذخیره میکنیم. در این ثبت اموال است. این ثبت اموال معمولا برای شما کار نمیشه، اما اگر در شرکت یا دکان شما یک چیزی باشه که مثل لپتاپ، مثل موتر شرکت دیگه با شما در اینجا ثبت میکنیم که از کدام اکانت پیسی از این کم شود و چون خریداری میکنین، اگر خریداری کردین و ارزش از او ماه در ماه از هزینه شما باید کم شود. دیگه در این قسمت ویدیوی ما با اینجا کافی است که 10 دقیقه شد. ما دو ویدیو تانستیم که معرفی هم بکنیم و راجستریشن کار بکنیم. در ویدیوی بعدی انشاءالله در مورد معاملات کار میکنیم که چیزهایی که اینجا ثبت کردیم چطور ما میتونیم در چیزهایی که در راجستریشن مرتبط هست در این قسمت چطور یا که اینجا هست و اینجا لینک میشه. دیگه ما در صفحه عمومی میرم، ویدیو رو قطع میکنم. انشاءالله ویدیوی بعدی ادامه میدیم.